از زمانی که بشر تاریخ خودش رو نوشته، یک پرسش همیشه مثل سایه همراهش بوده. آیا ما در این جهان تنها هستیم؟ اما شاید سوال بزرگتر این باشه: آیا موجودات فضایی قبل از ما به زمین سر زدن؟ آیا ممکنه تمدن‌های باستانی مثل مصر، مایا یا سومر با بیگانگان ارتباط داشته باشند؟ در این ویدیو میخوایم بریم سراغ رازهایی که هزاران سال مخفی مونده و هنوزم کسی جواب قطعی براش نداره. بخش اول: چرا اصلا همچین احتمالی وجود داره؟ دانشمندان میگن جهان ما حدود 13.8 میلیارد سال قدمت داره. تمدن انسانی فقط چند هزار ساله روی زمینه. یعنی اگر تمدن‌های پیشرفته تری در کیهان وجود داشته باشند، وقت زیادی داشتن تا به ما سر بزنن. ولی چرا بعضیا فکر میکنن واقعا این اتفاق افتاده؟ به خاطر نشانه‌هایی که در تاریخ و آثار باستانی پیدا شده. نشانه‌هایی که توضیحش با دانش امروز خیلی سخته. بخش دوم: اهرام مصر، معمایی حل نشده. اهرام مصر، مخصوصاً هرم بزرگ گیزه، یکی از شگفتی‌های تاریخ بشریه. این هرم بیش از 4500 سال پیش ساخته شده، با سنگ‌هایی که هر کدوم چند تن وزن دارن. حتی امروز هم با تکنولوژی مدرن جابجایی این سنگ‌ها کاری فوق‌العاده سخته. چرا بعضیا به موجودات فضایی ربطش میدن؟ دقت ریاضی و نجومی هرم‌ها، مثلا هرم بزرگ دقیقاً با جهات اصلی زمین، شمال، جنوب، شرق، غرب همراستا ساخته شده. ارتباط با صورت فلکی شکارچی یا اوریون: بعضی محققان میگن چیدمان هرم‌ها دقیقاً با موقعیت ستاره‌های این صورت فلکی همخونی داره. آیا این فقط تصادفه یا راهنمایی از تمدنی ناشناخته؟ بخش سوم: تمدن مایاها و تقویم فضایی. مایاها در آمریکای مرکزی زندگی می‌کردند و تقویمی ساختند که دقتش حتی از تقویم میلادی هم بیشتر بود. سوال اینجاست: چطور مردمی با ابزارهای ابتدایی تونستن حرکت ستاره‌ها و سیارات رو با این دقت محاسبه کنند؟ نقش برجسته‌های مایاها هم عجیبن. در یکی از اونها چیزی شبیه به فضانوردی نشسته در کابین فضاپیما دیده میشه. خیلی‌ها میگن این تصویر نشونه‌ای از ارتباط با موجودات فضاییه. ناسا و دانشمندان سنتی میگن این فقط یه تصویر نمادین و مذهبیه. بخش چهارم: سومریان، خدایانی از آسمان. سومر یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های شناخته شده بشر در بین‌النهرین، عراق امروزی شکل گرفت. در نوشته‌های سومری موجوداتی به نام آنوناکی وجود دارند، خدایانی که از آسمان اومدن و به انسان‌ها دانش کشاورزی، معماری و فلزکاری یاد دادن. برخی محققان مستقل میگن آنوناکی همون موجودات فضایی بودن. حتی بعضی‌ها اعتقاد دارن این بیگانگان در ژن انسان دخالت کردند تا ما سریعتر تکامل پیدا کنیم. بخش پنجم: نقاشی‌ها و سنگ‌نگاره‌های مرموز. در گوشه و کنار دنیا تصاویری دیده میشن که شبیه یوفو یا فضانورد به نظر میرسند. در غارهای هند نقشه‌هایی هست که موجوداتی با کلاه و لباس فضایی رو نشون میده. در نقاشی‌های قرون وسطی اروپا بشقاب‌های پرنده در آسمان کشیده شده. در پرو خطوط نازکا وجود دارند، طرح‌هایی عظیم روی زمین که فقط از آسمان قابل دیدنه. سوال اینجاست: چرا تمدن‌های باستانی چیزی کشیدن یا ساختن که از دید زمین معنای خاصی نداره، اما از آسمان کاملا مشخصه؟ بخش ششم: نظریه فضانوردان باستانی. این نظریه که موجودات فضایی در گذشته به زمین اومدن و بر تمدن‌های انسانی تأثیر گذاشتن، توسط نویسندگانی مثل اریک فون دانیکن در کتاب عرابه خدایان مطرح شد. اون میگه خدایان باستان در واقع بیگانگان بودند. معابد و بناهای عظیم با کمک تکنولوژی اونها ساخته شدند. دانش ریاضی و نجوم پیشرفته هدیه موجودات فضایی به انسانها بوده. بخش هفتم: مخالفان چه میگویند؟ البته بسیاری از باستانشناسان و دانشمندان مخالف این نظریه هستند.
میگن انسان‌ها با تلاش و هوش خودشون این بناها رو ساختن. هیچ مدرک قطعی از حضور موجودات فضایی وجود نداره. نسبت دادن همه دستاوردهای بشری به بیگانگان نوعی بی‌احترامی به نبوغ انسان‌های گذشته است. ولی همین مخالفت‌ها باعث شده موضوع داغ‌تر و بحث برانگیزتر بشه. بخش هشتم. چرا این بحث هنوز ادامه دارد؟ چند دلیل وجود داره. 1. معماهای حل نشده. هنوز دقیقاً نمیدونیم بعضی از بناهای باستانی چطور ساخته شدن. 2. اسرار متون قدیمی. نوشته‌هایی مثل متون سومری یا افسانه‌های بومی پر از اشاره به خدایانی از آسمان هستند. 3. یوفوهای امروزی. وقتی امروز هم اشیای ناشناخته در آسمان دیده میشن، مردم راحت‌تر باور میکنن که در گذشته هم چنین ارتباطی بوده. حالا فرض کنیم واقعا موجودات فضایی در گذشته به زمین اومدن. این چه معنایی داره؟ شاید ما تنها محصول تکامل طبیعی نباشیم، بلکه نتیجه یک دستکاری هوشمندانه باشیم. شاید تمدن‌های باستانی پیام‌هایی برای ما گذاشتن تا در آینده آماده ارتباط بشیم. شاید دلیل سکوت موجودات فضایی در زمان حاضر این باشه که منتظرن ما به مرحله‌ای از پیشرفت برسیم. شاید هیچ وقت نتونیم با قطعیت بگیم که موجودات فضایی در گذشته زمین بودن یا نه، اما نشانه ها، معماها و رازهای تمدن‌های باستانی همچنان مردم رو به فکر فرو میبره. یک چیز مشخصه، حتی اگر همه این داستان‌ها فقط افسانه باشن، باز هم نشون میده که بشر همیشه به آسمان نگاه کرده و در دلش حس کرده ما تنها نیستیم. خب دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. هر چقدر که لذت بردید با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید.